سلام دوستانی، اولین ویدیو منه راجع به پلنگ سلطان حسن یزدانیه. امروز اومدیم بریم که بیوگیر خوش رو بگیم که زندگی سختی داشته، سخت و عالی داشته و بریم. حسن یزدانی کیست؟ کشیگیری که اهل جوباره که توی عرشه شیشیلو کشی میده. تو روستای لپ و صحرا زندگی میکنه. متولد 1373 و پدر اون کشاورز بوده و دورای قدیم تو مازندران پدر اون لوچوکار بوده، یعنی همون آزادکار توی شن دریا رقابت میکرد. بعد حسن یزدانی از همونجا علاقه پیدا کرد به کشتی. بعد هر روز تو خونهش با برادر 3 تا فرزند با برادرش هر روز کشتی میگرفت چون علاقه پیدا کرده بود به کشتی. با برادرش مسابقه میداد تو خونه. بعد اون توی سن 11 سالگی رسمی کشتی شروع کرد، یعنی رفت پیش مربی قشنگ با همه جور تمرین، با بهترین تمرین واسه همیشه ادامه داد و اسم مربی او امید اسماعیل پور بودش. بعد یه مدتی که داشت کشتیشو ادامه میداد متاسفانه خسته شده بود. بعد از 6 ماه دقیقا بعدش میخواست کنار بگذاره کشتی رو، ولی با اصرار پدرش ادامه داد و الان حسن یزدانی برنده 3 دوره مدال کشتی جهان در سال 2021 2019 2017 3 تا نقره داشت و 1 برنز داره. و خواستیم بگیم که حسن یزدانی سخت ترین رقیبش که داشت مصاحبه میکرد میگفتش که سخت ترین رقیبی که من تا الان داشتم تیلوره و جدیداً متاسفانه مشکل کتف پیدا کرده. کتفش هم باز با اینکه عمل کرد ولی باز مشکل پیدا کرد کتفش، و اینکه کتفش که مشکل پیدا کرد تمرین‌ها رو خیلی سخت میتونست انجام بده، اصلا نتونست زیاد تمرین کنه به خاطر عملی که تمرین میکرد. و این مسابقه که آخرین مسابقهش بودش ایشون داشت میگفتش که کتفش آسیب زیاد دیده و به خاطر کتفش نمیتونه خوب کشتی بگیره و حریفش هم میگفتش که چی حسن یزدانی به من و خانوادم کمک خیلی زیادی کرد و داشت حریفش میگفت که از همینجا میگه که دستش درد نکنه، اون بهترین کاری که میتونست بکنه کرد و جون خودش و خانواده‌اش رو نجات داد. و متاسفانه حسن یزدانی الان دیگه شاید نتونه کشتی رو ادامه بده به خاطر اینکه متاسفانه کتفش مشکل پیدا کرده و راستی شاید هم کاربند بانک بشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. خواستم بگم این اولین ویدیو کانال منه.